وانت نیسان اقدام داره انجام میده. خط ممتد مناسبه میگیره. و به این شکل سر تا سر وسایل نقلیه رو سبقت میشه. رفتار یک رفتار تهاجمی بدون رعایت فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی آماده سبقت گرفتن و این کار رو انجام میده. قطع غیر مجاز، حرکت بسیار خطرناک وسیله نقلیه مسیر روبرو. اعلام کردیم همکارا متوقفش کنن. سرعت مجاز محور 40 کیلومتر، سرعت ایشون 80 کیلومتر به تجاوز به چپ مجوز. مجددا سرعت مجاز محور 50 کیلومتر بر ساعت و تابلو پیچ‌های پی در پی، ولی راننده وانت نیسان بدون توجه به تابلو سرعت همچنان با سرعت 80 کیلومتر در حرکت. با این وضعیت بار که قاعدتاً تعادل وسایل نقلیه رو برهم میزنه کاملا منقطع. وقت شما بخیر. اتفاقی افتاده اینجوری خودخواهانه رانندگی میکنی؟ من نه، خودی کامیونه ایسیزوه جلو اون 2-3 با ترمز سنگین زد نزدیک بهش بزنم. خب هر چی شما وظیفه داری به عنوان یک راننده فاصله طولی مناسب رو با وسیله نقلیه جلویی حفظ کنی. اصلا این کارو نکردی در مقابل با اون ایسیزو. سرعت مجاز محور 40 کیلومتر بود، شما 80 کیلومتر داشتی رانندگی میکرد. طول اون وسایل نقلیه رو کلا سبقت گرفتی. تمام وسایل نقلیه توی یک خط داشتن حرکت می‌کردن به واسطه اینکه سبقت محدودش غیر مجاز بود. خط ممتد وجود داشت، تابلوی سبقت ممنوع وجود داشت. به دلیل این تابلو علائم همه داشتن توی یک خط حرکت می‌کردن، هیچ کس سبقت نمی‌گرفت و شما بی‌محابا خودخواهانه وارد لاین مخالف شدی. همین ایسوزویی که ازش سبقت رو غیر مجاز گرفتی، رخ به رخ شدی با 2 تا وسیله نقلیه که تو مسیر مخالف بودن. انقدر اونا رو در تنگنا قرار دادی که متمایل شدن به سمت راست خودشون. چرا باید انقدر شرایطو برای دیگران سخت کنی؟ رانندگی خودخواهی نباید توش وجود داشته باشه. نباید تهاجمی رانندگی بکنی. عجله برای چیه؟ این همه عجله برای چیه؟ کجا میخوای بری؟ شما بار داری میبری جابجا میکنی با این وسیله نقلیه، معاش خانوادت رو داری تامین میکنی. اینجوری با این طرز رانندگی نه خودت به مقصد میرسی نه اجازه میدی دیگران به سلامت برسن. متاسفانه به دلیل همین تخلفاتی که انجام دادی و اینها جزء تخلفات حادثه سازه، سرعت غیر مجاز، تجاوز به چپ، سبقت غیر مجاز، همه اینها رو شما به صورت همزمان داشتی انجام میدادی. متاسفانه خودروت 72 ساعت توقیف میشه، نمرات منفی در گواهی نامه درج میشه، جریمت هم زحمت میشن همکارا ثبت. وانت نیسان سبقت غیر مجاز. سر پیچ سبقت رو گرفت بدون توجه به خط ممتد، محدوده سبقت ممنوع، سبقتش رو گرفت و بی احتیاط خودش رو در فضای اصلی جاده قرار میده.
تجاوز به چپ دهنه تونل، ورود به تونل اصلا رعایت نمیکنه. همه وسایل نقلیه رو دیگه رد میکنه و وارد چه شرایط خطرناکی رو پشت سر میگذاره. سرعت مجاز محور. تقریبا یه 7-10 کیلومتر پشت سرتونیم. چرا درست؟ متوجهم شدی دیگه. یه خودت میدونی چیکار کردی. کردم به خاطر که عجله داشتم اشتباه کردم. خب عجله شما انقدر، یعنی من یک لحظه در قیاس قرار میدم شما رو الان. عجله شما انقدر ارزش اینو داره که نرسی به خونه. انقدر اهمیت داره که یک نفر از این رانندگان بیگناهی که تو مسیر مخالفت جان خودش رو از دست بده. تا اونجایی که پلیس نبود سبقتاتو گرفتی. اونجایی که پلیس جلوتر از خودت دیدی دیگه سبقت نگرفتی. نباید این باشه. رعایت باید برای خودت رعایت بکنی، برای سلامتیت، برای جامعت، برای خانوادت، برای اینا رعایت کن. چرا باید تو کشور ما به واسطه همین بی‌احتیاطی ها، سبقت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، توجه نداشتن به جلو، خستگی و خواب آلودگی، 4 علت اصلی تصادف، چرا باید برای این 4 تا که به راحتی قابل کنترلن، به راحتی میتونیم اونها رو کنار بگذاریم برای همیشه، این 4 مورد رو عزیز من رعایت بکنیم توی رانندگیامون. و شما امروز خاص در این خصوص بیشتر از 82% از حوادث رانندگی رو جلوگیری کردیم. عدد بالاییه. یه لحظه فکر کن خودروتون به علت ارتکاب تخلفات همزمان که همشون از نوع حادثه ساز بود 72 ساعت توقیف میشه، جریمتون اعمال میشه، نمره منفیتون هم ثبت میشه.